جهان هستی و کائنات هر لحظه با ما در حال صحبت هستند و نشانه هاشون رو از طریق اعداد و فرشتگان برای ما ارسال می کنند. اگر شما هم جزو افرادی هستید که این نشانه ها رو در زندگیتون می بینید و اعداد جفت رو به صورت مداوم در زندگی باهاشون روبرو میشید، حتما به این ویدیو تا انتها تماشا کنید و دقت کنید که مفهوم این اعداد رو برای شما باز میکنیم. در این ویدیو به اصل معنا و مفهوم عدد جفت 11 میپردازیم. راه ارتباط با فرشتگان و کائنات رو بررسی میکنیم. حتما تا انتها با من همراه باشید چون پیام‌های قدرتمندی داخل ویدیو برای شما طراحی شده که روی ضمیر ناخودآگاه شما تأثیر داره. اکثر افراد باور دارند که رایج‌ترین شیوه برای دریافت کردن پیام از سوی فرشتگان دریافت کردن اعداد و ارقام از طرف اونهاست. فرشتگان از طریق اعداد با ما ارتباط برقرار می‌کنند و این وظیفه ما هست که با تشخیص دادن این اعداد متوجه پیام فرشتگان بشیم. در صورتی که یک عدد مدام خودش رو از روش‌های مختلف به شما نشون میده و همش جلوی چشمتون ظاهر میشه، وقت این رسیده که دیگه شک و تردید رو کنار بذارید. مثلا میرید بانک، روی فیش عدد 11 میبینید. تو خیابون پلاک ماشین 111 هست. ساعت رو نگاه میکنید 11:11 هست. شما در این زمان باید قبول کنید که فرشتگان دارن تلاش میکنن که با شما ارتباط برقرار کنن و دارن برای شما آلارم و علامت میفرستن. عدد 11 قدرت‌های پنهان زیادی داره که با هم بهش میپردازیم. این عدد از ارتعاش عدد 1 تشکیل شده که 4 بار تکرار شده که نه تنها ارتعاش عدد 1 رو در خودش داره بلکه شامل عدد 11 و 111 هم هست. عدد 1 مفهوم شروعی تازه، موفقیت و الهام رو در خودش داره. پیام مخفی این عدد برای شما این هست که شما رو برای ساختن زندگی جدید و تفکرات مثبت وادار میکنه. پس اگر این ویدیو رو هم دیدید، مطمئن باشید که پیام نهفته ای برای شما وجود داره که باید اون رو بگیرید و درکش کنید. عدد 1 برای شروع کارهای جدید به شما قدرت و انگیزه میده و نیروی کیهانی این عدد به شما کمک میکنه که تمام عادتهای بد خودتون رو ترک کنید. فقط کافیه که به فرشتگان باور داشته باشید و اجازه بدید اونها شما رو در طول مسیر راهنمایی و کمکتون کنند. فرشته عدد 11 با بیداری معنوی در ارتباطه. این عدد به شما یادآوری میکنه که افکار شما واقعیت شما رو خلق میکنن. پس اگر این عدد رو دیدید، برگردید به درون ذهنتون و ببینید به چی فکر میکردید در اون لحظه. اگر به ایده جدیدی فکر میکنید، اون پیام برای شما یک جواب مثبت از سمت کائنات برای شروع اون کار هست. و اگر اون لحظه افکار منفی داشتید، فرشتگان دارن به شما هشدار میدن که تفکرات خودتون رو به سمت مثبت‌ها ببرید. عدد 11 از 4 تا 1 تشکیل شده که اگر با هم جمعشون کنیم عدد 4 به دست میاد که خود عدد 4 هم مفاهیم بسیار زیبا و جالبی از نظر علم اعداد و فرشتگان داره که اگر دوست داشتید در کامنت ها به هم بگید تا بعداً یک ویدیوی جداگانه در این مورد درست کنم. علم اعداد و فرشتگان کاملا علمی و اثبات شده است چون جهان ما همه از اعداد و ریاضیات تشکیل شده و همه چی رو حساب کتابه. خود عدد 11
یک زنگ هشدار بزرگ راجع به بیدار کردن ضمیر ناخودآگاهتون به شما میده. به شما یادآوری میکنه که هر آنچه که از گذشته تا به حال در ضمیر ناخودآگاه شما پنهان شده رو کشف کنید و دنبال انسدادهای درونیتون باشید و زمان بیشتری رو برای شناخت خودتون بذارید تا به دنبال این کار فرشتگان بتونن ادامه مسیر رو برای شما نشون بدن. اگر شما این نشانه ها رو نادیده بگیرید، اونا نمیتونن در ادامه به شما کمک کنن. تا شروع به حرکت نکنید، سفری در کار نخواهد بود. حالا بریم سراغ معنی مخفی این عدد قدرتمند. این عدد یعنی فرشتگان و کائنات یک فرصت جدیدی رو در اختیار شما گذاشتن که بتونین زندگیتون رو تغییر بدید. اگر در گذشته مرتکب اشتباهاتی شدین، الان زمانش رسیده و به شما یک فرصت تازه برای یک شروع تازه داده شده. خودتون رو از قید و بند عادتهای منفی رها کنید، چون به راحتی این قدرت رها کردن رو در اختیارتون قرار دادن و یک فرصت طلایی رو در اختیارتون ساختن. اگر مدت هاست که دلتون یه تغییر اساسی میخواد و این عدد قدرتمند رو مدام میبینید، مطمئن باشید که وقتش رسیده و کائنات دست یاری به سمت شما دراز کرده. دست خدا و هدایتگرانش رو بگیرید و زندگی دلخواهتون رو مصمم و با اراده بسازید. این عدد میگه کائنات دست به کار شده تا آرزوها و رویاهای شما رو به واقعیت تبدیل کنه. فقط شما باید آماده پذیرش باشید. یکی از بهترین راه‌ها برای ارتباط گرفتن با فرشته‌ها انجام مراقبه و مدیتیشن روزانه هست و از همه مهمتر پاکسازی درونی و ذهنی و پاکسازی ضمیر ناخودآگاه. این کارها کمک میکنه که شهود قلبی شما تقویت بشه و بیشتر متوجه معنا و مفهوم اتفاقات اطرافتون بشید، چون نشانه ها هر لحظه در حال اتفاق افتادن هستند. وقتی درون شما از افکار منفی پاک بشه، وقتی چاکراهاتون به تعادل برسه، شما به راحتی میتونید این اتفاقات و نشانه ها رو ببینید و درکشون کنید. در این صورت از ترس‌های خودتون رها میشید. تا زمانی که ترس از تغییر بر شما غلبه کرده، شما نمیتونید اقدام کنید. پس لازمه شروع رسیدن و آگاهی از درون شما شروع میشه. آگاهی از درون شما اتفاق میفته. من در ویدیوهای آینده حتما برای پاکسازی درون و ذهن و پاکسازی ضمیر ناخودآگاه و تعادل چاکراها براتون مدیتیشن های قدرتمند طراحی میکنم و در همین جا در اختیارتون میذارم. مطمئن باشید با تمرین و تکرار همه اینها به راحتی براتون انجام میشه. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدین تا وقتی ویدیوهای جدید منتشر میشه ببینید. در غیر این صورت یوتیوب شما رو ربات تشخیص میده و ویدیوهای جدید رو برای شما نشون نمیده. حتما نظرات خودتون رو در مورد اعداد جفت و اعداد آینه‌ای بهم بگید و اصلا بگید که این اعداد رو میبینید یا اعداد دیگه‌ای رو مشاهده میکنید یا نه، و اگه دوست داشتید راجع به اعداد دیگه صحبت کنیم حتما برام بنویسید.